در شبکه آبونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه آبونه شدن شما نه تنها دانش میگیرید، بلکه شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید. شب قدر. عمر معنوی را میتوانیم با دریافت کردن شب قدر صاحب شویم. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. شب قدر یعنی چی؟ شبی که دارای قدر و منزلت است. الله سبحانه و تعالی برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب را فرستاده است که آن شب بهتر است از 1000 ماه. شخصی اگر 5 شب قدر در 5 رمضان صاحب گردد، بهتر است از 415 سال عمر معنوی. لیکن میگویند که عمر امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چنین و چنان است، یعنی کوتاه است. عمر ما کوتاه نیست، برکت از عمر ما رفته است. بارزترین ویژگی ماه مبارک رمضان توبه است، یعنی ماه مبارک رمضان برای توبه کردن است و بهترین دعاهایی که در شب قدر انسان از خداوند جل جلاله میتواند طلب دعا بکند، یعنی دعا بکند، این دعا است. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهم سوال فرمودند: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگر شب قدر را ملاقات کردم چی دعایی بطلبم از الله سبحانه و تعالی؟ راهنمایی بفرما. گفت این دعا: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا، تو با گذشت هستی و گذشت کردن را دوست می‌داری و عفو بخشش را از بندگان گناهگار و تقصیرکار دوست داری. خدایا نگاه به بدی ما نکن، نگاه به خوبی خودت کن. خدایا نگاه به تقصیر ما نکن، نگاه به جرم ما نکن. خدایا نگاه به رحمت خودت کن. خدایا ما در این ماه مبارک رمضان هیچ چیز نمی طلبیم از تو، فقط بخشش می طلبیم، مغفرت می طلبیم، رحمت می طلبیم، بهشت می طلبیم، فردوس اعلی می طلبیم. به تو پناه می بریم از خشم و غضب تو و از جهنم تو. خدایا دستهای ما را خالی بر نگردان و امید ما را ناامید نگردان. در یک جایگی بگوییم آمین. موفق و سربلند باشید.